حقیقتی که ما باید در مورد زندگی بپذیریم و هرچی زودتر اینو بپذیریم بیشتر رشد میکنیم و احساس رضایت بیشتری رو تجربه میکنیم اینه که جنس مشکلات و رنج ها با همدیگه فرق داره ولی هیچ کسی بدون رنج نیست و اگر ما رنجی رو امروز تو زندگیمون داریم، سختی رو داریم، محدودیتی رو داریم، باید طرز فکرمون این باشه که اونو فرصت ببینیم و من فکر میکنم اگه رنج نباشه، چالش نباشه، ما چجوری میخوایم که به شکوفایی برسیم. و این جمله داستایوفسکی رو بارها گفتم، بازم میگم، تمام نگرانی من این است که شایسته رنج‌هایم نباشم. چگونه میشود بیرنج عاشق شد، چگونه میشود بیرنج به شکوه رسید. پس اینقدر رو صندلی قربانی نشینید قر بزنید که چرا اوضاع اینجوریه. تو همین شرایط، تو همین اوضاع، با آنچه که دارید در دستتون، با اون میزان امکاناتی که دارید، شروع کنید قدم به قدم، پله به پله مسیر بهتری رو برای خودتون ایجاد کنید و خودتون رو آروم آروم پیشرفت بدین و پیشرفت پلکانی اتفاق میفته، آسانسوری وجود